باشه برو سعی کنم همه دیکن همه ماما داره بپرسون تحکم داشته باشه. سلام علیکم. و علیکم ماما جان. ماما میبخشی مرغم داری؟ مرغ زنده. مرغ زنده نه ماما. چری؟ اینجی بیاری کسی نمیخره. ما کار خوبی نمیکنی. چرا؟ شما دیکن داریم باید مرغ داشته باشه ماما. حتما این که به تر ملیک دیکن باشه مگر مرغ هم باشه. راه نداره مرغ نباشه. بیاری ماما همین مرغ من آوردم تو حالی کسی هم از ما پرسان نکرد. اولین دفعه اشتباه میکنی مگر بیاری. آخه اشتباه میکنی باید بیاری تا منطقی که دیکن باشه مرغ هم مگر باشه. برو را خور بگردم خوب گپ میزنی. من تو حال همین فکر نکردم. همین که تو از حال پرسان کردی از این بزرگ ما فکر از این کار میشم که برو مرغ هم بخرم بیا. تو فکر نکنم اینجا گو بخرم. اولین نفر ما از تو میشنم که پرسان کردی. تو از ما کسی نمیخرم. شما میگیم نمیخرم. دیکونی بیده بی مرغ باشه. مرغ زنده بیاره قرار که زده همه دیکون خوب بخاری. سه کنی اشتباه بخاره باشه. ما که مرغ هم به دیکون خود داشته باشه این وقت دیکون شما مکمله. برو را خور بگردم. تو میای از ما پرسان میکنی چرا قصبی تعدی نمیستونی؟ گوشت مرغ داره، گوشت گوساله داره، گوشت گاو هم داره. شما خوب گپ میزنید. دیکون تا منطقی ما نداشته باشه. من اصلی برم به سر گوش بخرم. نه من نمیگم شما بگی. من بیکار ما مرغ را برو. من موتر دارم نه باسکل دارم نه خر دارم نه چی که من سوال شما برو. شما مجبورین که دکوندار تا منطقی مانی مرغ هم داشته باشه. مرغ زنده بابا مای مراد من. خوب برو ما فکر میشم. میارم. خبر از ما بگیرین. او خبر مگر قطعی بگین که من میارم یا نمیارم. اگه نمیاریم بگین نمیارم. اگه میاریم بگین میارم. کتابچه مر پاره نکنه گپ زدن به دن بشه نه بحث کنی. خوب غمی ندارم ما به شما بگم مرغ من میارم. خب مرغ زنده میارم. مرغ زنده میارم. برو دل جمع باشه. دیگه چیزی کنم ما. اگه دیگه بسیات سوارش داریم بگین کامور ما بده کنم. نه با اگه قلم کم بود استده بیاد شما نبود با بگین ما به شما میگم. خوب باشه. بریم دل جمع باشیم من میارم. سر من خراب کرد گوشیم هم زنگ اما سر نکنم کی باشه کنم خونه بوده بابا من باید دارم ندارم. همین برادر راست میگه ما همه چیزی به می دیکن خوب داریم از هیچی ما کم بود ندارم. همین مرغ هم دیگه چه کار همون میارم که این مردم راست میگه شاید مردم بخره یا که من ندارم مردم از ما پرسان میکنه. اگه من دیشتی که ادمی مردم میپرسید که همین مرغ داری ما مگاره برم خود من فکر از این گاره بکنم راست میگه همین لالا. دوست برار خدا به من داده دوست خود تقام. سلام علیکم. و علیکم. ماما مرغ هم داری؟ مرغ نداریم نه. چرا ماما مرغ ندارین؟ شما دیکون داری مرغ نداری؟ دیگه مرغ به قصبی اینا برار به قصبی آدم بیکاره بره به قصبی به تا منطقه تا محل متعدی و دیکون باشه ما برو ما قصبی مرغ بخرم. برار جو ما به تو یک چیز میگم. بگی. تو به 24 ساعت 4 ساعت برق میبینی. مرغ یخچال ما که منجمد کنه. برای ما گپ مفت میزنی مرغ زنده بیاری مرغ مرده نیاری. مرغ زنده نمیخرم اینجا گفت. آیشته نمیخرن شما تاری بیاوریم به تعمیم منطقه خود که نمیخرن. هوا گرمه مرغا ضعیف میشه 5 کیلو 4 کیلو مرغ 3.5 کیلو جواب میده 2 روز بعد یو. مرغ زنده قصر داره لاغر میشه. بابا با کجا بودو اختر به این جگاه دم دکن شما مرغا بمونه که این جگاه ضعیف چه 4 کیلو مثلا 3 کیلو جواب ده. گر دلم ببرم بیاریم به رسم میام میخرم مرغا مگر نوبت نرسه. تو گپ خوبی میگی برارم انان اینجا نمیخرم به خاطر که نمیخرم من میگم حداقل از این که نمیخرم نیارن که کست نکن. حالا لالا رد از این گپار یلا کنیم مرغ بیاریم به من بگی نمیاریم من به من بگی. آخه تو شما دیکن تا محل مگر مرغ هم داشته باشی. خب صحیحه برارم گپ بینیه باز سکنم با بازار اگر افتنی شدیم یا برارم فارغ بودم میگم که برم مرغ بیارم. خوبه یعنی بیاری؟ میارم. اولگیر خبرگیر باشو. خوبه امرو میارم. خداحافظ بیار. آی شمالی لال زار باشه به من چی دلالامی زمستانش بار باشه به من چی ای جانم ابو شبا بگیری و روزا بزاری
رفیقا انتظار باشه و من چی ای داد و بیداد خدا غمای دنیا را و من داد ای داخل سراغ میکنه چرا ای خوش با خودم گیلا کرده میکنه لالا خوبه چی سراغ میکنه اشتری خوبه دیگه دیکونی مگم دیشته باشه خب میگم زودی بیا خوبه خداحافظ میلک رمضان زنگ زده میگه اکسره هرچی مشتری میاد میگه موق نداره میگه دستی گیلا کرده که برگ دهتا مرغ بستونه بیاره بده کن بخی ای سلام مشتری میگه اکسره میاد میگه موق نداره مرغ زنده بابا جان دیکن ما جا مرغ میخواه مگه دیکو بده چیه؟ دیکو میگه هر چیزی داشته باشه دیگه ببینه مرغ نداره دیگه از نمیان دیگه چیزی هم مسته باشه میگه شاید نداشته باشه ها دیگه چند تا بستو؟ 10 تا بخی 10 تا مرغ مال خر بیاره مال چی بیاره؟ نه خود من کم پول مفترگو رو بگو که ساعتی کرده نه زودی بیا به دیکون بیاره اشتونه که حالا مرغ لمستون خود تو رستی چری نمیری؟ من نمیرم گیلج میفهم مکتب درسه ما برو اونجا مرغ بخورم تا بیا من مکتب خواهم میفتم بخی یک چیزی از تو پرسان میکنم من خیلی درسته که 10 تختی از تو بیشتر پاره کرده خب کمتر دادم 10 پیرن از تو بیشتر پاره کردم 10 تختی از تو کمتر دادم خب بگو که یادتو نره بگو چطه؟ همین گپم چی مستی بگی بگو که یادتو نره همین مکتبی که تو میری از این مکتب چی آیدی داری چی حاصلی داری چه کار میشی چه کار میکنی آیه دو حاصل در مکتب که بخیر خوشی خلاص کردم پانتونه که بخوندم با معلوم میشه اگر تو درس میخوندی مکتب خلاص میکردی پانتونه خلاص میکردی اینجا بخونه بیکار نبودی بفهمیدی پنتون آدم بی سواده من بی سواد ما کمک زمان اصلا چی خیریه من می خیلی اینه که میتونم برم 10 تا مرغ بخرم 10 تا تو چه میتونی بری؟ من نمیخرم اصلا مکتب درس میخونم من برای مرغستوندن وقتی برو بخی بابا خیلی خوشی خلاص که بکردی مکتب باز با نه میگن که یک دیگ سفیده بخرم اونجا بگذاری گل نخواش یر نخواد گرم داغ بقلیه گرم داغ کله داغ بقلیه بده کابه زباق بقلیه با معلوم میشه گیلک که تو خود میفروشی اما وقتی بخی مرغ عادی بستونی خوبه مرغ زنده بستونی مرغ زنده ها پرباز داشته باشه آفرین زنده باشه خوبه برو همونطور به دیکن به دست لازم بری خوبه تو بری به مکتب میره دیگه اگه نمیرفتم عقل کمال یادگیر برو دیکن اگه چیز میزی همه دینا گوش نشده ما تر رو میخرم آورا پولا مرغ نری با چیز میز دیگه به کلی چیز میز دیگه بدی برو و من گوش نبارم گوش نبیام اول مرغ بخر بیا به دیکن یک کیکسی و میگم اگه هم مرغمون بخرم نه از پولا نست باشه برو خود تو باشه از پولا نست هرچی من دیکن بست خو نمای باشه برو خود تو خب برو با من میخرم برو گیرک تو مدار جایی که آدم ریگه که مگه بسی پولا بده گوش کرده 300 هم پولا مرغمون خرج میکنم خرج نکنی میگونه پولا مرغه خوبه برو اگه برو نه یک دستی بیشتر خرج نکنی